Мы исследуем сакральную географию России, русского севера, Якутии, Алтая, Сибири, Кавказа. Но давно нас манил, конечно, Таджикистан, как такая терра инкогнита Центральной Азии, как особое пространство, где преломляется русская культура и персидская. Мы его называем русский Иран даже. Чем нас привлек Таджикистан? ما مناطق تاریخی روسی جنوبی، آلتای، سیبیر و قفقاز را از نگاه سیاحی تحقیق میکنیم. اما چند است که دقت ما را تاجیکستان جلب کرده است. این کشور از جمهوری‌های دیگری آسیای مرکزی از نگاه سیاحی فرق دارد. از همه مهم به نظرم آنجا تمدن روسی و پارسی آمیزش یافته است. ما آن را ایران روسیه نام میبریم. Истории культуры наши народы не просто близки, а очень близки. И как к русским относятся в Центральной Азии, таджики, так не относится, пожалуй, к ним никто. Вот это я заметил, там есть очень тонкое отношение к русским. مثل تاجیکان به ملت روس کسی در دیگر کشورهای پساشوروی احترام و مناسبت نمی کنند. قدرشناسی آنها خیلی عمیق و نزدیک است. در مناطق کوهی تاجیکستان مردم زندگی میکنند که عرف و عادتهای قدیمه خود را دارند. با زبان معاشرت مینمایند که مردم بومی تاجیک نمیفهمند. مثلا مردم یغنابی ها و خانی ها بدخشانیان نه تنها برای تاجیکستانیان نادر و پربها هستند، بلکه برای مردم روس نیز خیلی پرقیمت و عزیزند. یغنابی ها خود را مردم سوغدی می شمارند و آنها صاحب زبانی هستند که آن نه به پارسی و تاجیکی بلکه بیشتر به زبان روسی نزدیکتر است. حالا بسیار یک تمایل جدی در زندگی یغنابی ها جریان دارد. آنها از دره ورزاب، دوشنبه و دیگر مناطق مدنی به زمین های بابایی خود برمیگردند. این همان حالت را نشان می‌دهد که مردم شهر نسبت این قشر قدیمی جامعه اهمیت جدی ظاهر نمی کند و اینترنت، کامپیوتر، سرمایه و دیگر جزئیات زندگی را از آنها بالا می‌گذارند. اما غافل از آن که در باطن آنها انرژی قوی موجود است و بی‌مراغ ظاهر نمودن آنها را حفظ کردن خیلی دشوار است. به یغناب مثلا تحقیقگران آلمانی، کانادایی، آمریکایی می آیند ولی روس‌ها تقریبا نمی روند. این مسئله مرکب است و تنها مرکز گومیلوف نمیتواند آن را حل نماید. یعنی در حفظ و نگهداری آن تنها این مرکز قادر نیست. وظیفه اساسی ما و مرکزی ما تغییر دادن نگاه آدمان به همین قشر نادری جامعه است. ما ذهن مردم را به همین مسئله تحریک می‌دهیم و خوب دیده ایستاده ایم که در مورد تأثیرات نسبت تاجیکستان یک خالگی موجود است. یا ذهن آنها را تأثیرات منفی بند کرده است و یا تماما نسبت آنها معلومات ندارند. بغیر از گروهی حجم‌نگاران کمدی کلاب هیچ کس در این سمت خدمت نکرده ایستادند، ولی خدمت آنها نیز در سمت منفی نشان دادن تمایل تاجیک است. لایحه ها نیز بودند از جانب سفارت تاجیکستان امثال برگزاری چهاربینی های فرهنگی، ولی آنها در دگرگونسازی ذهن مردم نسبت کشوری خویش آنقدر مؤثر نبودند. مرکزی گومیلوف همین وظیفه را به دوش گرفت که اولا ظرفیت سیاحی آن را انکشاف بدهد. تاجیکستان واقعا هم بهشتی روی زمین است و روس‌ها همیشه با خوشنودی تام به آنجا می رفتند. ما با هزاران بافته ها به هم پیوند هستیم و آن را بریدن غیر امکان است. خوبش ما باید اعتراف نماییم که خلق‌های ما به همدیگر احترام بزرگ و دوستی قوی قائل هستند. اگر اینها را خوب ارج گذاریم و رعایت کنیم همش بسیار مقبول و در سطح عالی قرار می گیرند.